بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان بیایم امروز ما شما از سافتویر کیپا استفاده میکنیم که چطور ما میتونیم از طریق کیپا فایندر یک پرودکت در آمازون پیدا کنیم و سیلر از او را پیدا کنیم و چه رقم میتونیم که بفهمیم که چند سیلر این پرودکت میفروشه. امروز میایم دانه به دانه تشریح میکنیم. میام اول در قدم اول آمازون رو باز میکنم. در آمازون یک پرودکت هم سرچ میکنم. به طور مثال اینجا نوشته میکنم که نایکی ساکس. این پرودکت وقتی که ما در اینجا نایکی ساکس گفتیم بالای از این نایکی ساکس ما کلیک میکنم و اینجا ما دو سافتویر اپلیکیشن دارم که یکیش سیلر امپاس و دیگهش از کیپا که اکستنشنش هم ما اد کردیم و اکستنشنش در اینجا اد است. اتوماتیک خودش در اینجا چی میشه؟ ظاهر میشه. و همین رقم ای کیپاس در کیپا فقط ما کدام آپشنش از زیاد میخوایم که استفاده بکنیم. در بالا در این گراف ما شما فقط بای باکس انتخاب میکنیم که بای باکس ما شما میتونید دیده که از چند شروع شده بای باکس و به چند بالا رفت، چقدر بالا رفته پایین آمده. این را مکمل ما شما میتونیم که از این طریق بفهمیم که بای باکس چقدر تغییرات در بای باکس آمده. به طور مثال 27.99 شروع شده، استارت شده، پس آمده به 24.99 and then 23.99 down and up 23.99 $32 by box. This is the company name also. The company نام کمپانی همچنان در اینجا چی میشه؟ ظاهر میشه برای ما که FPM از دیستریبیوتر سعی کنین AMF دیستریبیوتر. و اگر بالا بیم سعی کنین که بالا رفته خیلی $37 شده، پس میایم در اینجا فعلا بای باکس $29 است. $29 بای باکس فعلا است. در این دویم گراف که شما میبینین دوستا، در این گراف ما شما فقط آپشن بالایی را انتخاب میکنیم و این را انتخاب میکنیم. اول قدم این برای ما رنکینگش نشان میده که رنکینگ ازی چقدر است. سعی کنین دوستا، بالا رفته پایین آمده، بالا رفته پایین. وقتی که رنکینگ بالا میره فروش کم میشه، وقتی که رنکینگ کم میشه فروشات چی میشه؟ زیاد میشه. در اینجا شروع شده، اما تو به سلسله مثلا پایین میم سعی کنین 5475 همین رقم تغییرات آمانه. فعلا 4396 است. و این گراف سومی را که شما میبینین، گراف سومی از طریق از این ما میتونیم که بفهمیم چند سیلر در اینجا این پرودکت به فروش میرسانه. مثلا از اینجا استارت میشه 33 اما تر آمده، بالا هم سعی کنین اینجا 8 سیلر شده، پس بالا رفته 19 شده، باز بالا رفته، باز پایین آمده. فعلا 36 سیلر در این پرودکت سهم داره. خب چطور بفهمیم که هر سیلر چقدر فروشات داره؟ اگر ما این رقم نفهمیم که سیلر ما چقدر فروشات داره و ما هم از این پرودکت بگیریم، از هول سیلر کار خود استارت کنیم و برای ما هیچ سهم نرسد، چی ضرور است که پیسه خود را بند بسازیم و انکم نداشته باشیم. در این صورت اگر ما بفهمیم که این سیلرها چقدر سیلز میکنه، هر کدامش اگر برای سهم برای هر کدامی که میرسه، دیگه در اون صورت ما شما باید این پرودکت بگیریم و دوباره در آمازون سیلز کنیم. اگر برای کسی زیاد سهم باشه و برای دیگر هیچ، از اون پرودکت چه میکنیم؟ صرف نظر میکنیم. در این آخر اگر میبینی هم برات نشان میده در اینجا که مثلا چقدر سیلز شده در 5D و این قسمت هایشو ببین. خب ما شما میایم بالای از این قدر نمیچرخیم، مستقیما میایم بالای دیتا.
بالای دیتا وقتی که من کلیک کردم برای ما یک ویندو باز شد که در این ویندو میتونین که دیتیل بیشتر از پروداکت را شما دریافت کنید که چقدر این ریویو داره، ریتینگش چقدر است و امی رقم بات این فاست من چقدر سلز شده، مثلا رنکینگش در کدام کتگوری است. این مکمل معلومات درباره از امی پروداکت مشخص است که ما شما فعلا در ویندوی خود باز کرده این پروداکت داریم، این نایکی ساکس. بعد از اینجا داریم به نام بای باکس استاتستیک. وقتی که بالای از این اپشن ما کلیک میکنم در اینجا برای من نشان میده که اون بای باکس، امی بای باکس ها کسی که به حساب برنده هست سعی کنن 20%، 18%، 17% ای را برای ما نشان میده، فیصدی بای باکس را برای ما نشان میده. و در این کالمی که شما میبینین در اینجا برای ما اوریج پرایس نشان میده. هر سیلر از خود یک پرایس داره، یعنی یک نفر $28.71 سنت سودا میکنه، دیگهش $31.21 سنت، دیگهش $29.14 سنت. هر کس از خود یک پرایس خود چه کرده گذاشته. و average new offer counts، اینی هم سیلارای جدیدی است که مثلا این قدر سیلارا در اشتراک داره که اینجا این پروداکت با سیل عرضه میرسانه. و در این قسمت نام هر سیلر است، ستور نام هر سیلر در اینجا موجود است که شما میبینید در اینجا سیلرهای هستن مختلف. و در این قسمت اینجا نشان میده که ریتینگ هر سیلر در 12 ماه گذشته چقدر بوده. یعنی سیکن از این آدم 71 است و از دیگهش 100 است و از دیگهش هم 83 است. اینجا که شما میبینید دوستا ریویوی هر سیلر رو شما میتونید ببینید. بالای وقتش که ما کلیک میکنم برای ما ریویوش نشان میده، باز ریتینگ نشان میده. دیگه دوستا شما میتونید که طرف ما بیاین کالم مثلا بزرگ کنیم، یعنی سعی کنم last one در کدام تاریخ کی بای پرایس مثلا برده، کی اول بوده، اینه تو نشان میده. مثلا 50% باش که ما ایره براتان این رقم کنه که معلوم شوه ascending descending میکنه. و 3 days ago پیش از این نفر بود، پیش از این نفر است. امی تک مارکای را که شما دوستان میبینین این کسایی است که FBA میکنه، FBA Fulfillment by Amazon. و کدام سیلری که تک مارک نداره پالیش ای FBM است، یعنی Fulfillment by Merchant. دوستای عزیز ای بود کیپا. و یک چیز دیگر که من در اینجا در کیپا برای شما یادآور میشم و مهمتر است، میایم بالای آفرز. وقتی که بالای آفرز ما شما کلیک کردیم در این قسمت برای ما هر سیلر را جدا نشان میده، سیلسش را، ستاکش و چقدر سیلز کرده، چقدر ستاک داره. و فرادا پرایم که وقتی هست این فولفیلمنت بای چی است؟ بای امازون است. و اینی که مثلا پرایم نداره این خودش مرچنت چی میکنه؟ امی کسی که سیلز میکنه و خودش تمام کارهای خود یعنی پکیج به کستمر خودش روان میکنه که او را FBM میگه. در این صورت دوستا اگر ببینین شما در این سیلر 2 دانه در استاک داره و توتال 1413 سیلز کرده و فعلا 1 دانه سیلز در امی ماه دمیست سول 30 دیز 1 دانه داره. اینی به خاطر چرا کم است؟ حتما استاک از کم بوده. این استاکش که زیاد باشه چانس فروشش زیاد می باشه. چرا امازون پروداکت تانه در هر به حساب استیت روان میکنه و وقتی که پروداکت تان در هر جا باشه چانس فروش شما زیاد می باشه.
بعدا دوستا در اینجا اگر ببینین دی 3 دانه داره و 1050 دانه سیلز کرده. در این ماه گذشته است به حساب چقدر سیلز کرده که 757. چون حتما استاک از این چی بود، از زیاد بود و از این کم بوده. بعدا دوستا در اینجا که شما میبینین این نفر هم تو اگر یعنی کلش یک رقم است. به حساب پروششن چند است؟ $29 است. از این $36 است و از این که است $33 است. ایسا که $29 سودا میکنه. اما این $36 سودا میکنه. باز هم پروشش چقدر است؟ زیاد است. یگان کس فکر میکنه در آمازون اگر پرایسش کم باشه او شاید فروشات از او زیاد شود. نه، او دوستا او رقم نیست. کوشش کنین همیشه پرایس تانه مثلا اوریج نگاه کنین، یعنی در میانه باشه، نه بسیار بالا باشه نه بسیار پایین. یعنی بای باکس وقتی که شما میگین که بای باکس چند شد پیشتر که براتان گفتم، اینطور نیست که کسی پرایسش پایین باشه برای از او چانس زیاد باشه. نه، این فقط دوره واری است، یک چرخ واری است که آمازون برای تو هم چانس میده، برای هر کس یک چانس میده. پروداکت از او در سر می باشه و در پروداکت یک چیزی دیگه که خیلی زیاد مهم است و چی است به حساب پروداکت که بارش ما میگیم که او را اگر ما شما صحیح انداخته باشیم، پروداکت ما زود در گوگل در هر جای مردم وقتی که سرچ میکنه پیدا میکنه، پروداکت شما زود در سر میبره. دیگر دوستا مکمل سیلز که شده، مثلا توتال سیلز اینا قدر است، توتال دمی ماه یعنی استاک اینا قدر یعنی موجود است و اینا قدر هم دمی ما سیل شده و توتال سیلز وی توتال سیلز یعنی کلش اینی هم که است، یعنی نفرایی که نن موجود است ما راجع به میگپ میزنیم و از کلگیش مثلا اینجا 1094 این مکمل چی است دمی ما سیلز شده. خب میایم با ازی میایم با سیلر امز که سیلر امز چی کار میکنه. در اینجا دوستا بسیار چیزای دیگه هم است که ما فعلا نمیخوایم که ویدیو خیلی دراز شد، فقط میخوایم که شما را با کیپا پروداکت پایندر یک معرفی براتون کنم که کیپا چه رقم کار میکنه. بعدا دوستا در این قسمت اگر ما بیایم و در اینجا ببینین شما بر ما یک آپشن داده که $29 یعنی این بای باکس بر ما نشان میده. سیلز پرایس کاست پرایس $8 که را ما پیشتر انداخته بودم. باید امی پروداکت را که شما میخرین یعنی برایتان سیلر ام میگه که از $13 و 44 سنت ایرا بالا نخرین که تاوان میکنن و فایده تان خیلی کم میباشه. وقتی که بالا از دو ما کلک میکنم خب اینجا ببینین که $13 و 45 سنت اتوماتیک آمد. یعنی یک ایدیا برات میده که از این پوش کنی پروداکت بالا نخری که باز تاوان میای. اگر ما نظر به سیلر امپ پیش بریم باید 1344 از این بالا باید پروداکت ما شما از هولسیلر یا دیستریبیوتر نگیریم. اگر ارزان بود باید بگیریم چون $29 اگر ما سودا میکنیم یک چیزی به دست میاریم. پروفیتش چقدر است؟ $3.37 سنت. از نظر پرسنتج 11.32 یعنی اینی به حساب در یک دانه $3 و 37 سنت اگر شما این پروداکت با این قیمت بخرین دیگه شما مقدر فایده میکنین. بعدا دوستا اگر ما در اینجا بیایم ببینیم که بای باکس $29 است و آمازون هم در این داخل است که او $22 میته آمازون خودش. خب lowest FBA چقدر است؟ 27.17 در یعنی AFBA است. آمازون خودشون قدر سودا میکنه. میایم در قسمت پایینش ما شما اگر پیس آمازون هم شما ببینید اینجا برات نشان میده. مثلا پروفیت 37 میایم یعنی پیس هر چیز کشیدگی شده پیس آمازون همه چیز
بالای فیس آمازون ما براتون یک سایکل یک تشریحات میندازم که اینجا باید کلیک کنین. اینی مکمل پیس های آمازون است که او خودش مربوط از این پرودکت که میشه، یعنی از مردم دیدکت کرده، از شما هم اما قدر پیس آمازون چی میکنه میگیره. خب بعد از او دوستا میایم در این قدم کوانتیتی، یعنی برای ما شما فقط یک پرودکت کالکولیت میکنه. اگر دو سه چهار تا باشه ضرب کنین شما خودتون. و در اینجا دوستا یک چیز بسیار مهم، بسیار فایده‌مند است که ایرا متوجه باشین که باید چه رقم کنیم ما شما که اینی یک سیلر اف بی ام است. اف بی ای چه رقم ما بفهمیم که ای کدام چیزهای دیگر را در آمازون به فروش میرسانه. یعنی یک نظر بسیار خوب برای ما میده، یک ایدیای بسیار خوب برای ما میده که ما شما هم میتونیم اون چیزایی اگر ببینیم که فایده باشه باید چه کنیم خود ما اینطور اگر او سودا میکنه ما شما هم فایده از او را بسنجیم. اگر در فایده بودیم پیش میریم، اگر نه که نبودیم نه. در آمازون بسیار پرودکت است اما کلش پروفیت شما گرفتن نمیتونه. از کلش بسیار کم چیز است که در او پروفیت به دست میاره. اما تمام چیز اینطور نیست که هر چیز در آمازون پرتی تو از او پیسه به دست میاری. نه، بعضی چیزا خوب سودا میشه، بعضی چیزا در ماه یک دانه دو دانه سودا میشه. این حال ما میم فقط میخوایم که بالای این نظمی شخصی که در اینجا است کلیک کنیم. بالای صورتی با نام چی است؟ مثلا اف بی اس و با نام بلو فراک کلیک میکنم. میبینیم که این آدم دیگه کدام کارا را میکنه در آمازون، دیگه کدام چیزا را پرودکتس داره که به فروش میرسن. واو، امیزینگ. خود دوستا این را اگر شما ببینین که اینمی کس که در اینجا هست اینیم ستور ایدیش است، مثلا سیلر ایدیش است در آمازون و اینم مثلا 99% ریتینگش است. ایسن کاونتش نقدر است که نقدر پرودکت ای کلش داره. بعد از اون برند نیم، این از این برندهای کلش خریداری کرده. ببینین این برندها از کلی از این برندهای چی میکنه خریداری میکنه. و اینی هم کاتگوری است که از این برند کدام چیز سودا میکنه، از این برند کدام چیز، از این برند. از هر برند دوستایی پرودکت گرفته و سودا کرده دیگه. هیرا شما اگر ببینین خیلی یک ایدیای بر ما شما میگم بر ما برند پیدا نمیشه، چطور کنم، از کجا دیستریبیوتر را پیدا کنم. نه دوستا، این یارا میتونین که شما کاپی کنین ببرین در اکسل شیت و یک دانه سرچ کنین، امرای سپلایر یا دی برندا تماس بگیرین و پرودکت از پیش بگیرین. هول سیلز، آربیتراج شما میتونین که پیش ببرین. ما اگر بالای از امی کلیک کنم سعی کنین که نمی کسی که این از امی برند چیزی گرفته چی گرفته، بالایش کلیک کردم. کمان اوکی سعی کنین این کلش مکمل اعظمی برند سایکل سیلر داره. چقدر خوب یک ایدیای خوب برای ما شما میده. اینجا نام سیلر ما شما را نشان نمیده سیلر، چرا این هول سیلز است یا آلریدی در آمازون بوده، این اگزیستن لیستینگ کرده. در اینجا شما ببینید این پرودکت ای آدم چی میکنه سودا میکنه مکمل. اینجا اگر ما لود بگویم دیگه هم داره. سعی کنید این دوستا بسیار یک کوشش کنین که شما فقط در هر چیز حوصله داشته باشین و خطایی نکنین که ما باید امروز کار شروع کنم صبح ما میلیونر شوم. امکان نداره. سعی کنین نفر چقدر پول خود دایی بند کرده باشه. ایتانا در هر یک بخش در یک پرودکت نقدر ایتم داره، در دیگهش در دیگهش در دیگهش. این کلش کوانتیتی است. سعی کن کاونت، یعنی نقدر دانه در این از این کمپانی گرفته، اینا قدر از این کمپانی گرفته، اینا از هر کمپانی که گرفته اینجا برای ما نشان میده. اگر ما بیایم بالای از لا بلنسا، اگر ما بایلنسا چی کنم سعی کنم که یس، اگر بالای از این ما کلک کنیم باش که از این کمپانی چی گرفته، از این کمپانی چی گرفته.
این کلش کار هم کلوتس هم میکنه. تایس and گیم، بالای از تایس and گیم کلک کنم باش برند نمیش است. تاپ کاتگوری. یعنی کمپانی این چیزا را کلش داره و این نفر هم اسپیش این چیزا را کلش گرفته سودا میکنه. چلدرن. اگر اینجا بالای از کلک کنیم در اینجا برای ما نشان میده که این کمپانی چیزا داره. ببینید دوستا، ساکس سودا میکنه یا نه. ما کار ما بالای از همین ساکس بود که نه قدر دیگه چیزا هم کدش داره. ببینید دوستا، این پرودکت است. بالای پرودکت دیگه ما کلیک کردم. سعی کنین یک چیزی هست که در مویگیر است به حساب در تشناب وقتی استفاده میکنه مردم میره میمانه که تا موی پایین در نل نره بند نشه. خیلی پروش زیاد داره. در علی بابا خیلی ارزان است. اما در اینجا $7.99 میته. این هول سیلز است. کوشش کنین پرودکت را که سودا میکنین یک چیزی که مثلا شما از مارجن به دست بیارین سودا کنین. مثلا در اینجا بر ما گفته که باید کاستش از $2.16 بالا نباشه. اگر بالا بود نگید پرودکت، چون تاوان میکنی. خب میایم ایرا بر میکنم. پس دوباره میایم بالا یک سیلر دیگه هم بر شما کمک بالا اینی سیلر میایم که چی کار میکنه. یعنی مطلب مازی است که چند چیز دیگر هم میسازم میکنم. سعی کن نایکی است، بات اند بادیز ورک، بیوتی اند هلکر ایت کاتگوریش است. یعنی اینی کمپانی است، برند است و اینی کاتگوری را پیش گرفته. وقتی اگر ما بالا از کلیک کنم سعی کنم برای ما نشان میده که آدم کدام چیز دو چیز از کمپانی سودا میکنه در بخش کاتگوری. اگر ما برای از کلیک کنم آفر پروداکتس اینی را سودا میکنه دوستان. این را میتونن در گوگل هم ببینن. سعی کنن در اینجا چند چیز است که ما براتون یک کمی واضح ترش میسازم. ما بسیار وقت که پروداکت سرچنگ خودم میکنم. ما مثلا اینی چند است فکر کو بای باکس. خب دوستا بیا که ببینیم این 27 بای باکس هست. ما این را یک دفعه در گوگل هم سرچ میکنم. وقتی که در گوگل سرچ میکنم برای ما دیگه هم یک ایدیای خوب میده که در دیگه جایی چقدر سودا میشه. بالا از کلیک میکنم. بیای ببینین دوستا اونمو پروداکت را که ما در اینجا مثلا سرچ کردم اینی نایکی است. متوجه باشین اینی است $31. یعنی در آمازون اسوام. اینجا شما میتونید که ببینید در دیگه سایت خود نایکی است. یعنی شما در کل میتونید که اگر بسیار متوجه شوید شاید در دیگه جا خیلی ارزان هم باشه. اینجا $29 است. یعنی دمی اراوند است دیگه 29 سنت و اینا قدر است که 28 تا 29 یعنی قدر فرقش نیست. چون یک برند است. برند کلگی مشناسه ایتا نیست که از علی بابا که سورده باشه و او را پوست کرده باشه باز در دیگر جای ارزان باشه. خود دوستا خدا کنه که را فهمیده باشین. انشالله که ما در آینده براتون دیگه ویدیو هم در کیپا و سیلر امپ تیار می سازم. دیگه اینی وظیفه سیلر امپ و کیپا بود که برای شما دوستا تشریح شد. خدا کنه که از شما استفاده خوب کنین و اگر علاقمند به کیپا و یا سیلر امپ باشین که سیلر امپ یک کالکولیتر خوب داره و استور ما شما بسیار با آسانی میتونیم که پیدا کنیم و همچنان میفهمیم که در این آمازون هم داخل است. بی سیلر داره، بی ام سیلر داره. کلش برای میگه مکمل سیلر چقدر است. 36 نفر است. کل معلومات برای تو میده. و ما جنگل سکاوت هم دارم مگرم ما فعلا ان سابسکرایبش کردیم
نمیخوایم که از استفاده کنم. چون مرا کیپا خوشم میاد، ما از طریق کیپا پیش میرم. دیگه شما اگر جنگل سکاوت داشته باشین میتونید از آن استفاده کنید. در جنگل سکاوت هم سیکند اینجا براتان هم نشان میده، اما ببینید دوستان. جنگل سکاوت که از یک ذره آسان تر است، اما کیپا هم آسان است، مشکل نیست. فقط یک کمکی توجه کنین، مشکل نیست. خب خدا کنه که ویدیو خوشتان آمده باشه. انشالله که ما نمیخوایم ویدیو خیلی داره شود در واتساپ، باز شما نمیتونین که از او استفاده کنین. ویدیو را اینجا استارت میکنم تا ویدیو بعدی. خداوند شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت خوش.